16 ایون ساعت 12:10 هنگام آبازی در یک مکان ممنوع آبنبار نیروگاه قیروقم که به نام بحر تاجک معروف است، یک ساکن 11 ساله نویه باباجان غفوروف به سبب رعایت نکردن قاعده های بیخطری و کودک را به نظارت گذاشتن والدان قریب بود غرق شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت که در آنجا شبانه روزی نوبتداری میکنند توانستند زود به جای حادثه رسیده این کودک را از آب بیرون بکشند و از مرگ ناگزیر نجات دهند. این دفعه نیز با شرافت عملهای سریوقتی نجات بخشان از فاجعه پیشگیری کرده شد. باز یک حیات انسان نجات داده شد. گفته می شود در اطلاعیه. یادآور می شویم که یک روز قبل کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داده بود که روز 15 ایون در آبنبار سمغار در ناحیه باباجان غفوروف یک جوان 19 ساله را از غرق شدن نجات دادند، ولی در جنوب دوشنبه یک جوان 22 ساله هنگام آبازی در کول صنعی معروف به نام میخ کریر در محله چمتپه غرق شده جان باخته است. بنا به حسابهای کمیته حالتهای فوق‌العاده در 5 ماه اول سال 2021 در دریاها و کولهای تاجیکستان الکی بیش از 40 نفر غرق شدند. تقریبا نصف آنها را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل میدهند. این در حالی است که موسم آبازی در کشور تازه در حال اوج گرفتن است.